بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، اولین سؤالی که بنده در قبر پرسیده می شود این توحید است. در مسند امام احمد و سنن ابو داود رحمت الله علیهما از براء ابن عازب رضی الله عنه روایت است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر دادند وقتی میت به قبر گذاشته می شود، روح او به جسد او بر می گردد، دوباره زنده می شود و به نزد او دو فرشته آمده او را می شنانند و او را می پرسند: من ربک؟ پروردگارت کیست؟ ما دینک؟ دینت چیست؟ و من نبیک؟ پیغمبرت کیست؟ جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که اما شخص مؤمن به سؤالها جواب میگرداند، میگوید پروردگار من الله است، دین من اسلام است و پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم است. پس ندای از آسمان می آید که در حقیقت راست گفت، برایش کرپه از جنت بکشاید و برای او از لباسهای جنت بپوشانید و برای او در به سوی جنت بکشاید تا از هوای فارم و بوی خوشی بهشت بر مشام او آمده بایستد و قبر او چنان وسیع کرده می شود که تا جایی که چشمش می بیند. این است نتیجه شخصی که به سؤال جواب درست می گوید. و اما شخص کافر باشد، او به این سؤال ها جواب گفته نمی تواند، بلکه وقتی که پرسیده می شود که پروردگارت کیست، دینت چیست، پیغمبرت کیست، او می گوید ها لا ادری، نمی دانم، گویان جواب می گرداند. پس ندای از سوی آسمان می آید که این دروغ گفت، برایش کرپه از دوزخ بکشاید و لباس از آتش دوزخ بپوشانید و برای او به سوی دوزخ در بکشاید از قبرش تا اینکه از حرارت گرمی دوزخ و از باد گرم دوزخ به سوی قبرش وزیده استد و قبر او چنان تنگ کرده می شود که حتی قبرهایش به همدیگر می درآیند. و در حدیث جریر آمده است که برای او یک فرشته موکل کرده می شود که او نابینا است و اینچنین نمی شنود. همراهی او یک گرز هست از آهن که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتند اگر با آن کوه را زند کوه خاک می شود. با آن گرز چنان به سرش می زند که تمام مخلوقات ما بین مشرق و مغرب همه می شنوند غیر ثقلین. پیغمبر خدا گفتند غیر انسان ها و جن ها، چون اگر آنها بشنوند معنای دنیای امتحان بودنی دنیا از بین می رود، چون همه رو به الله می آرند، رو به عبادت می آرند و این دنیا دنیای جایی هست برای امتحان شخص صالح از شخص طالح. این است نتیجه های شخصی که به علم توحید اهمیت می دهد و شخصی که اهمیت نمی دهد. واقعا این حدیث نیز دلالت به فضیلت توحید می کند، چون ببینید اولین سؤال پروردگار تو کیست، آفریدگار تو کیست، تو در دنیا کی را پرستش می کرده. الله سبحانه و تعالی برای هر یکی ما شما به این سؤال ها پاسخ درست گفتن را نصیب روزی گرداند. صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.